کجایی چی کار کردستی؟ کار هست کار کردستیم 5 سالشی ندیم و 5 ساله شوخی میکنی. خودت خوجان رفتی ای این امجاز یه واقعی میشه نفهمیدم اکا میگم امجاز یه واقعی میشه امی زندگی در یک شوخی نکنی خبر چی نیست کار کردستی؟ ای خونه من مدنی خونه مدنی در اونجا کار کردستم خیلی بچو. یکی خیلی کارو سازه. هم گوگو جمع میشیم صحبت میکنیم درباره همین دوره دانشجویی. بیسو همون عقل و اختم میکنیم بیسو مردم عجب قبول میکنه خندای بشمور باور میکنی. درمو درس استاد الف یک شوخی کردم در خاطر تو آخر خنده ها حاضر هم هست درود ما هستم خنده ها محلی دیگه درس پارتوز برومد برفت سلامت باشی سلامت باشی من یاد کردم این وقتا چای این امجاز یه واقعی میشه چی میشوه؟ یه واقعی میشه ای برادر یو غم نتیم ما 5 سال اگر ندیم مخی ما یا صحبت کنیم برا پک کن برا صحبت کنیم و برا ای کن بعد خیلی آقا علیم خیز کو ختم کو کی اسامدینو ما خطت چی خیلی دیگر رنگ فرزند میدونم یکی خیلی شوخی خود به درجه شما در اونجا خیلی که با همون خنده و با دوام کرده با اومد امی آدم با اومد اکه این امجاز یه واقعی میشه ای تو قطعا واقعیت کو گران کردیم مرا بیام ما صحبتی دوستانه کردیم مرا غم نته میگم خانه خودت نمیفهمی همشه یه واقعی میشه میشوه نمیشوه فرقش چی مرا غم نته کار نیست برا بگذار میبخشه که برا انا بسیار اوزدم اصلا ای بیا امیت نتزیق نشو گوش کن بچه تا دیدم یه روز همی شهر اومده بوده بچه تا دیدم چی شاروخ نام داره؟ شاروخ کلام شدن بچه ها ای با اومد این امجاز یک واقعی میشه گرنگ مون کردی در ای برادر خودت نمیفهمی میفهم چی را میفهمی همه چی رو میفهم جابیو ای با مونش ای ای جابیو این نمیفهمم مون برو ای تو نمیفهمی نمیفهم نکی این امجاز یک واقعی میشه ای تن واقعا چی مقصد داری خودت مقصدم یک واقعی میشه ای برادر قطعا می واقعیت گرنگ مون کردی آخی ما هم صحبتی دوستانمون بکنیم در اینجا آخی خودت مرا غم نته برای پای کارو چه من غم ندادم یک واقعی میشه تو نمیفهمیده ای برادر میفهم نمیفهمیده ای تو خیلی رفته خبره میگم رفتیم اکا ما گفتم که این امجاز یک واقعی میشه این شد که